بسم الله الرحمن الرحیم. ورد چی کار میکنم، به خاطر چی استفاده شده میشه و دین روز خواندیم. امروز پروگرام ورد بحث کردیم. هم تب از اینجا شروع میکنیم. این تب هاست و هم تب اول کمان چیز کت. کدام کماند است؟ کت. توسط این کماند میتونیم که معلومات را قطع کنیم از یک جای. کتابچه فقط پیدا کنیم. بخه دلندو یاد میگرفتی دا یاد میگرفتی که پس کت. توسط این کماند میتوانیم که معلومات را کت یا قطع کنیم. خب شرکتی چیست؟ کنترل پلس اکس. دوم شرکتی چیست؟ شیفت پلس دلیت. سوم شرکتی چیست؟ آلت. باز آلت اچ پریس کو، بعد از اچ اکس پریس کو. این سه داده شرکتش هست. سه دادهش کنترل پلس اکس. خیلی شرکتی هست بنام اکسس شرکتی هم میشه. بنام کدام شرکتی هم میشه؟ اکسس شرکت. اکسس شرکت خیلیش نامش دارم. استاد خودم میره برام میشه هم تب است. هم تب اول کمان کت است، یعنی معلومات را قطع کرده میتوانیم. ببین شاگردان، اینجا معلومات ما قطع کردیم. کدام؟ اینی معلومات کت. این طرف سے کن. کجا میاری؟ اینجا میارم، پیست میکنم. بازم پیست کرده میتونیم. خط از یک بیشه که از اینجا مثال ما کنترل پلس اکس کت کردیم. از اینجا یک داکومنت نو میارم. چی بیارم؟ نیو. اینجا کنترل پلس وی یا اینجا پیست کردیم. از یک داکومنت ببین دی داکومنت بود یا نبود. از یک کات کردیم دی آوردیم. خط میکنم. مثالی معلومات اینجا نمیخوایم. کنترل پلس اکس کجا میخوایی؟ اینجا میارم کنترل پلس وی. زمان یعنی دیسیبل نام داره. چی نام داره؟ دیسیبل. زمان اینیبل میشه زمانی که انتخاب کنیم. وقتی اینیبل میشه که چی کنین؟ انتخاب کنین. کٹ کو مشکل نداریم. دوم کماند است کاپی. توسط کاپی می توانیم که نقلی اینیبل و دیسیبل کرده. اینیبل کار میکنه، دیسیبل کار نمیکنه. کاپی. توسط کاپی می توانیم که نقل جای انتخاب شده را بگیریم. کاپی چی کار کرده میتونیم؟ نقلش گرفته میتونیم. کنترل سی شرکتش هست. کنترل پلس انزد کی هم شرکتش هست. انزد کی کدام است؟ اسکرین کیبورد. یہ بٹن کنٹرول است. یہ بنا میں انزرٹ کی میشه. کنٹرول انزرٹ هم کاپی میکنم. کنٹرول سی هم کاپی میکنم. صحیح. آلت اچ باز چی کلیکو سی یہ هم کاپی میکنم. شرکت سیامش چیست؟ آلت اچ سی.
چی؟ اینجا نوشته است انزرگی نوت سپیتی اور ببل گم سجل اینجا تفکو گوپی نوت یادداشت فرق بین کت و کاپی این است که فرق بین کت و کاپی این است کت که از فایل اصلی از بین میبرد و کاپی که از فایل اصلی بر نگاه میکنه. اصلی فایل هم برات نگاه میکنه. امیدی برکش فرقش نیست. دیگه کماند داریم به نام فرمت پینتر. کدام کماند است؟ فرمت پینتر. توسط فرمت پینتر میتوان توسط این کماند میتوانیم که شکل نوشته را کپی و پیست نماییم. شکل نوشته را چی کرده میتونیم؟ کپی و پیست کرده میتوانیم. کنترل پلس شیفت پلس سی کپی میکنه شکل نوشته. کنترل پلس شیفت پلس وی پیست میکنه شکل نوشته. شارتکتش است. دیگهش کپی میکنه دیگهش چی میکنه؟ پیست میکنه. کنترل سی کپی میکنه و وی کس پیست میکنه. چی بانا ببینی شاگردان؟ اینجا ما بولد رنگم داردیم، اندرلاین هم کردیم نوشته، شکل نوشته هم تغییر کردیم. کلی چیزا دادیم یا ندادیم؟ میخوایم که این نوشته هم به این شکل باشه. مجبور هستیم اینجا باز سلیک کنیم رنگ بتبینی. نه امور رو میارم برش. اینجا کلیک کو. اینجا انتخاب. آمد یا نامد؟ مکالایش تر آمد. فکرتانه؟ بس کنسل شده. سرش که دو تا پا کلیک کنی زود کنسل نمیشه. اینجا میارم. اینجا میارم. اینجا میارم. اینجا میارم. ولی زمانی که کنسل میکنی باک سپیس کلیک و اسکیپ بٹن کلیک کو یا اینجا کلیک کو. اگر به شارتکت کاپی میکنی. مثال اینجاست. کنترل پلس شیفت پلس سی باید کپی. کنترل پلس شیفت پلس وی میبینی؟ فرمت پینتر وظیفه‌اش چیست؟ شکل نوشته را کپی پیست میکنه. کواره نوشته را چی میکنه؟ کپی پیست میکنه. شکل نوشته کواره نوشته دیدی یعنی میخوایم پس کلی ساده باشه. اینجا دبل کلیک کن. انتخاب کرده برو. پس کلیک ساده شد. پس کلیک کن. خب یک جای رنگ دادی یعنی بول اندرلاین کردیم رنگم دادی. میخوایم اینی دیگه نوشته هم اون قسم باشه. اینجا کلیک کن. اینجا کلیک کن. سخت نیست. غیر فعال فامیل هم میشه. کنترل زی کنی اینجا بیا دیگه غیر فعال اینجا استارت شد. پیست با دو قسم است. یک پیست است
دیگهش چیست؟ پست و دیگهش پست سپیشال. پست به دو قسم است، پست و پست سپیشال. توسط پست می توانیم که نوشته کات شده و کپی شده را بیاوریم. نوشته کات شده و کپی شده را بیاوریم. کات شده و کپی شده را توسط پست سپیشال می توانیم که نوشته کات شده و کپی شده را همراه قوانین بیاوریم. همراه چی بیاوریم؟ قوانین. شارتکت پست که است شاگردا؟ کنترل پلس چی است؟ کنترل پلس وی. دیگه شارتکتش چی است؟ شفت پلس انسرت کی. شفت پلس انسرت کی. دیگه شارتکتش چی است؟ آلت اچ وی. سه شارتکت داره، یکیش، دویش، سه. و پس اسپیشال شارتکت چیه شاگردا؟ کنترل پلس آلت پلس وی. یہ پس اسپیشال شارتکت است. شارتکت شفت انزل کی آل وی سلوشن. یہ دیگه شارتکت است. شفت پلس انزل کی یک شارتکت است. آلت اچ وی دیگه شارتکت است. و اکسش شارتکت است. او باید بفهمید. حالا نوشته کردن نداریم، باید بفهمید که من چی میگم. آلت مطلب اینجا میبینه آلت بٹن پرس کردم، یک بالا شارتکت آمد یا نامد؟ میبینی؟ کدام تب میره؟ هوم تب میرم. اچ بٹن هست یا نیست؟ اچ بٹن پرس میکنم. کدام کمند میره یا؟ آمد یا نامد؟ به این شکلی اکسس شارتکت میگن. هر جا که امرای شما آلت بٹن کمک میکنه، هر جا که شارتکت ها را نفهمیدی آلت بٹن پرس کو. کدام بٹن پرس کو؟ آلت بٹن پرس کو. میشه که بگی که پست که است وسیله کت و کپی است. چیشان است؟ وسیله کت و کپی است. هر دیگه یک جای پیست کنی کنترل وی شارتکتشان است. شارتکت پست است. وی شارتکت چیست؟ پست سپیشال است. ببین پست چی کار میکنه؟ این معلومات از اینجا کپی کردیم. ببین کپی شد یا نشد؟ اینجا میارم پست آوردم یعنی کپی کی کنی اصلی منده یا نمانده؟ نقلش هم آورد یا نآورده؟ اگر کٹ میکردی او از بین میره. مثالی همه کٹ میکنه ما اصلیش از بین رفت. خب میشه که کپیش بیاری. اگر کپی کنیم اصلیش هم هست یا نیست؟ دیگر هم آورده میکنه. این پست است. چیز؟ پست است. کنترل پلس وی هم شارتکت پست است. کنترل پلس وڑا وی میشه که پست کنی. یا اسپیشال پست شما فهمیدی. پست چی کردی؟ فهمیدی یا نه؟ اینجا ما آمدم نوشته کردم مثال بوک. یه دیزاین دادیم ما سیزش کلان کردیم تایم نیم رومان اندرلاین. این بوک کپی کردیم. کجا پیست بکنیم؟ اینجا
کپی کرده به اینجا پیست میکنه. ببین شاگردا حالا که پیست کنی خود ساده پیست میشه نمیشه. ما میخوایم با دیزاین های مختلف پیست میکنیم، با فرمت های مختلف پیست میکنیم، با مثال با قوانین میتونم اینجا ببینم رنگدار ساده بخی نرمال چه بطور نسیریش سپیشل دیفالت سید از دیفالت پیستی با اپشن رفته میتونم اینجا به سپیشل و اپشن میخوانم. برای ما پیست کو خود یک داکومنتی نو داکومنت لیتا نهی ورق بود یا نبود آلی ببینم بوک پیست کرد خود دبل کلیک کنی در دیگر داکومنت جسا بوک مانا چی؟ بیگ ocean of knowledge. دیدی؟ این داکومنت رو سیکلوز کنیم همینجاست. ما گفتم پیست کو برای ما در یک داکومنت نو دیدی یا ندیدی؟ یا ببین شاگردایی را کلوز میکنیم. کنترل آلت وی پیست کو رنگدار پیستش کو رنگدار پیست کرده داکومنت با کامنت نیست. هارتیف مین بریج تکس فارماتینگ ریچ تکس فارمات یا ساده برای ما پیست کو چه کسا پیست کو؟ ساده یه چی میگم به شکل عکس پیست کو ادیت خونه میشه. ببین شکل عکس چه کسه اینی معلومات ای تو باید پیش شود که مردم ای تو فکر کنه که از یک عکس گرفته. اول کٹ بکنیم باز میم پیست سپیشل شکل عکس پیست میکنیم دبل کلیک کو علی تو معلوم میشه مردم ای تو فکر میکنه که با کامرا ازی چی کرده عکس گرفته. دیدی یعنی کٹ کردم کنه با شکل عکس یک نفر باید میگه پیست کو با شکل عکس که پیست میکنی دیگه طریقهش خو نیست. اول باید کٹ کنی بس پیشل بری پیشل اونجا عکس چه عکس است مثلا اگر پرنت رو کنیم سه با میشه کنیم این شکل میگه پرنت کنیم یا ببین شاگردایی را پیست کپی کردیم کنترل سی اینجا میم پیست سپیشل یا کنترل آلت وی HTML format hypertext markup language paste این رنگ دار آمد شاگردا RTF هم رنگ دار آمد کدام RTF چی فرق دار اردویش رنگ دار آمد یکی از تنها HTML با شو کردن است با پرینت که پرینت کنی نسبت با پایین کم کوالیتی از دست میده چی میده از دست؟ نسبت با دیگه بالا تکس کم کوالیتی از دست میده دیگه که از RTF او دا پرینت و اینجا عکس معلوم میشن و HTML که از اینجا خوب معلوم میشه مگر در پرینت کم ایده کم کوالیتی از دست میده. یا ساده برای ما پیست کن ساده خب باید کپی کنی که پیست کنم. این ساده به این معنی که به هر زبان با هر کد جور شدگی باشه یعنی کد بین به این لنگویج که جور شدگی باشه با مو برای ما چی کو پیست کو. حالا خب به این دیزایندار اینجا جور است چه قسم جور است دیزایندار جور است به اینجا خب کدام ضرورت نداره. ببین کنترل پسی هم نورم که ساده پیست میکنم کنترل آلت وی ساده پیست شد چه قسم پیست شد ساده پیست شد این. یا اینجا باید پیست شما با شکل ایکن با شکل چی؟ اما دیسپلی از ایکن کدام ایکن اینجا ایکن است شکل این ایکن حالا ایکن که باز کنیم پروگرام فایل است پیست بکنم مگر با شکل چی؟ ایکن. یا میگم پیست کو کدام قسم پیست میکنی لینک اینجا تغییر به دستلیش هم به کپیش
آمد یا نه؟ میشه که از اکسل کپی کنی اینجا پیست لینک کنی، میشه که از نوتپد از دیگه پروگرام، میشه که از یک داکومنت ببری به دیگه داکومنت پیست کنی. کنترل پلس سی دی داکومنت، کنترل آلت وی. دو داکومنت که هر تغییر بیارم باید بس دیگه شن چی شو باید پیدا کنم. آمد یا نه آمد؟ این به شکل چی هست؟ لینک هست. دیگه اپشن که اینجا هست به اسپیشل ای اپشن رفته میدنیم. اپشن بخیر داخل پروگرام ورد بحث میکنیم که اپشن چی معنی و چی کار میکنه. کات کپی فارمت پینتر و پیست به اسپیشل 5 کمان. هفتم کمان نوشته کو ایندیکیتر نقطه نامش چیست؟ ایندیکیتر یا کویک لانچر. اینجا کمان دست به نام آفیس کلیپ بورد. کلیپ بورد به معنی کپبورد است. میز کپبورد انواری دوشته به آفیس کلیپ بورد. آفیس کلیپ بورد. توسط این کمان می توانیم که 24 فایل های کٹ شده و کپی شده را اینجا نگاه کنیم به خاطر استفاده اینده. 24 فایل های کٹ شده و کپی شده را اینجا نگاه کنیم به خاطر استفاده چی؟ آینده. به خاطر استفاده آینده. ببین شکل چند فایل را؟ 24. یه فیسکل بورد است چیز کلیر میکنی این فایل کار داری کپی کردی اینجا آمد یا نه؟ اگر فیسکل بورد نباشی دیگه که کپی کنو اول جش میگیره یا نمیگیره؟ ما میگیره مردوش نگاه ما کلیر هیچ فیسکل بورد نشان نده. اولی را که کپی کردیم علی دیگه هم کپی میکنیم و اول از بین رفت یا نرفت؟ ها؟ اما که مردوش بید نگاه شو کردوش نگاه شو پس کلیبورد بید داشته و یک نگاه دیگه نیست که دیگر هم نگاه میکنی به چی را باز کنی؟ پس کلیبورد میشه که 100 ورق باشه خیلی استفاده کنی اینجا بیا پیستال استفاده میشه نمیشه یک دانم میشه که استفاده کنی میشه که دیلیت کنی. خب ای کلیرال پس پاک میشه. شاگرده ای اپشن داره شو اپس کلیبورد اتوماتیکلی چی معنی؟ اتومات برای ما اپس کلیبورد نشان بده. چی نشان بده؟ اپس کلیبورد. الان خب اتومات نشان نمیده. ببین الان یک فایل کپی کردیم ضرورت نیست الان خب نشان نمیده. دو فایل که کپی کنیم اتومات نشان میده. میگه تو از یک فایل الان زیاد کپی میکنی برای تو اپس کلیبورد چیست؟ ضروری است. باید تو اپس کلیبورد باید باز کنی. نو اپس کلیبورد چند فایل نگاه میکنه؟ 24 فایل. ببینی اینجا نشان میده دو فایل کپی کردی 24 دارن کپی کرده میده. اول که اپشن خوب فهمیدی که اتومات. دوم شو اپس کلیبورد when control C pressed twice. کنترل سی که دو دفعه پرس شده برای ما اپس کلیبورد نشان بده. دو دفعه پرس کردیم اتومات اپس کلیبورد. اگر این کمان ها را چک نباشه اگر این کمان ها چک نباشه 100 دفعه که کنترل سی شما پرس کنی چی میکنه؟ باز نمیشه. میبینی؟ اگر چک باشه اتومات اپس کلیبورد باز میشه. کدام؟
اهلی فایل را کپی میکنیم جمع نمیشه. ما چی برش بگم؟ اپس کلیبورد نشان نده و فایل را جمع کن اینجا. کانکت without showing اپس کلیبورد. اپس کلیبورد هیچ نشان نده. خب فایل را کپی میکنیم میره جمع کن. کپی. دو فایل کپی کردم یعنی. سه فایل. خب نشان نمیده خب اینجا میره. 4 فایل. علی ببین. 5 فایل آمد. چرا؟ خاطری که کمان چک است. اگر یا چک باشه نمی. اینجا کمان ها نمی. دیگه کمان چیه؟ شو اپس کلیبورد ایکان تاسک بار. در تاسک بار ایکان اپس کلیبورد معلوم میشه. اینجا میبینی. اگر ایران چک باشه معلوم نمیشه. دیگه شو status there. تاسک بار when copying ها. کپی که چیز میکنی؟ status اینجا نشان میده نمیده. اگر این کمان آنچک باشه او را نشان نمیده. کپی میشه مگر اون مسیج نشان نمیده. خود درس امروزی ما شما کات کپی فارمت پینتر پیست به اسپیشال اپس کلیبورد و این را ما بخیر پرسان میکنم. شما درس میخوانید یعنی این رقم نه اینجا بیت بی بر ما باش عملی بخیر کار کنی. حالا چیز بس است. خب ما برات پیست کردیم کنه چند دفعه. تو اگر از دیگه پروگرام میخوایم بیاریم دیگه ورد هر چک میتونی اکسل هر کدام. ما در ورد هستی میانیستم صحیح؟ یه خیلی اکسل یک چیز بیاریم اینجا پیست کنیم. از اکسل میارم ما صحیح؟ کپی میکنیم. کپی کردیم کجا میم؟ ورد پیست. از کجا آوردم؟ از اکسل. از دیگه جای ما آوردم میتونم. خب اپس کلیبورد اینجا آمد.